ماهتون بخیر. سلام علیکم. سلام به روی ماهتون. یقه رو ببند زشته. بله ببخشید. خوبی؟ این چه خبر؟ همه چی خوبه؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. جمعه بخیر، عصر بخیر، عصر ظهر بخیر. آقا راجع به موزیک جدید خدمتتون بگم. من یه تعدادی موزیک تولید کردم. یعنی یه تعدادی از موزیکا که از قبل بوده که اصلا شنیدین تو لایو قبلی که گذاشتم چند وقت پیش. یه تعداد دیگه هم تولید کردم که نشنیدین. یه تعداد موزیک هست الان که باید تصمیم بگیریم کدوم منتشر بشه و دارم روی این که چه موزیکی رو منتشر کنم و حالا سناریوهای موزیک ویدیوهاش و غیره فکر میکنم، برنامه‌ریزی میکنم و در حال انجام دادنیم. خیلی چاپ افتادن. آره خیلی چاپ افتادن. آره یعنی داریم تو شهر دنبال لوکیشن میگردیم و به سناریوش فکر میکنیم و کارهای متفاوت این چنینی انجام میدیم. باید چپ بریم. خدمتتون میگم که آره خیلی باحاله. یه چیزی راجع به عشقشو داری بگم تو رو خدا، شما کمکم کنید. عشقشو داری یه موزیکیه که مال فکر میکنم 4-5 سال پیشه یا بیشتر، 5-6 سال پیشه، نمیدونم. یه موزیکیه که من خیلی وقت پیش نوشتم. الان از نظر من اون کلام، اون جنس ساخته از نظر من استاندارد نیست. یعنی الان خوشم نمیاد ازش. یعنی الان به من باشه اونو نمیدمش بیرون، ولی خیلی شماها دارید ابراز لطف میکنید نسبت به من و نسبت به این آهنگ و اینجوری تو شرمندگی موندم که باشه دیگه شما میخواین چشم. ولی واقعا یعنی جون داداش اگه راه داره بی خیال شید، اون ندم من. خیلی خوشگله. حالا نمیدونم چیکار کنم، گیر این مسئله واقعا. اشاره داری بعد شنیدین همه شد، یعنی همینه دیگه، چیزی نداره. یعنی کورسشو که شنیدین، ورس دوشو که من توی کنسرت خوندم، بدون ورس یکیش هم که دموش فقط همینا رو بچسبونین کنار هم همون. فقط مثلا یه 4-5 تا خط دیگه مونده که نشنیدین هنوز. به خدا زیاد چیز زیادی ازش باقی نمونده. ولی آره من نمیدونم. آخه موزیکای جدیدی که تولید کردن خیلی با کیفیت‌تر و خیلی مدرن‌تر و خیلی بروزتر و از همه نظر بهترن دیگه و اینکه سلیقه الان من رو هم در بر میگیره. یعنی الان سلیقه‌م این شکلیه. ولی نمیدونم. خدا نمیدونم چیکار کنم. چه عدد بامزه‌ای. 10,000 نفر دور همین. قربون تک تکتون برم. به خدا عشق به همتون، عشق زیاد. از تمام قلبم حاضرم تمام عشق دنیا رو منتشر کنم به سمت قلب شما که حالتون خوب باشه همیشه. چه این 10,000 نفر چه هر جای دیگه است. چطوری موفق شدی؟ موفقیت تعریفش نمیدونم برای شما چی، ولی اگر منظورتون اینه که کارم شنیده شد، مخاطبان بیشتر شدن، تونستم چند مرحله بالاتر برم توی هنری که خداوند به من داده بود، برمیگردم به همین جمله. خداوند به من داده بود، خداوند برکت داده، از اولش تا الانش تا از اینجا به بعدش. نوشته خانی راننده شخصی. نه این باغبونمونه. خیلی چاق نیستم. ما میخواه حالا اینقدر دیگه واید نگیر منو. ماشالله همش گوشته. باغبونه چی هست؟ آره بچه ها این پسر باغبونمونه میاد. او علیرضا جیگر منه، کارگرمونه متاسفانه. دانشو برمیداریم. آره
بابا خیلی وقته یه ویدیو میخواد برای ما بزنه نمیزنه. دیروزم امین نوانم استوری گذاشته بود که هر کی میتونه فوش ناسزا بده بهش بده. بابا ول کار دیروزم پست خانه. نه ولی فوش ندیم بهش گناه داره. اگه دیدینش تو خیابون با ماشین بزنیدش مثلا با من. نه همه دوست داشتم. آقا راستی میخواستم همین رو بهتون بگم که موزیک عشق شده‌ای 100 ساله که کامله. اول مجوز نمیدادن، اون موقعی که من میخواستم منتشرش کنم مجوزش دریافت نمیشد، مثلا نمیدونم چرا مجوز نمیدادن به این موزیک. ما گفتیم چشم بی خیال شدیم، ولی بعدها موافقت شد و اوکی شد. من خودم اینجوری شدم که دیگه مثلا قدیمی شده دیگه، موزیکای جدید ساختیم باحال‌تره، چه کاری چرا قدیمی بدیم دیگه. خلاصه خدمتتون عرض کنم، خواستم بگم خدمتتون عرض کنم گفتم خلاصه دیگه. خلاصه بخوام خدمت شما عرض کنم این که اگه خیلی واقعا مشتاقی چشم، ولی من واقعا دلم نیست. حالا چشم. یه دختر کوچولی که دیگه امیدی بهش نیست آرزو داره. چرا امیدی نیست بابا؟ خدا همیشه هست، تا خدا هست همیشه امید هست. برام مقدوره، بله شرایطش رو شما دستور بدید من فراهم میکنم. به پیج به همین پیج دایرکت بدین، اسمتون رو میبینم نوید. بذار اسکرین شات گرفتم، اگه پیام بدین من میبینم. آقا گفتم جمعه یه لایو بذاریم دور هم باشیم. همین موزیکای جدید خیلی بامزه است. الان چون لایو گذاشتم نمیتونم پلیش کنم و مطمئنم که اتفاق خیلی خوبی درش وجود داره. اما راجع به عشق شده‌ای اگر واقعا نظرتونه تو دایرکت علیرضا اینو میگیده دارم برم دنبال این دوستم. خدافظ.